به یکی دیگه از قسمت‌های آموزش پارت 145 یازا از فینیکس وی اکادمی خوش آمدید. سلام، من سارا هستم. سلام و من سام هستم. خب در این قسمت میریم سراغ یک موضوع فوق‌العاده مهم. 145.A1 The 45.85 Changes to the Organization. مدیریت تغییر. خب شاید تو هر کسب و کاری چالش برانگیز باشه، اما توی صنعت هوانوردی این چالش ها یه گره خیلی محکمی با ایمنی خوردن. دقیقاً. اینجا دیگه کوچکترین اشتباه میتونه پیامدهای واقعاً بزرگی داشته باشه. امروز میخوایم دقیقاً ببینیم قوانین چطور این فرایند رو مدیریت میکنن. یعنی یک سازمان تعمیر و نگهداری برای هر تغییری چه بزرگ چه کوچیک باید دقیقاً چه مسیر رو بره. و نکته مهم اینه که این قانون میدونی فقط یه سری کاغذبازی اداری نیست. نه اصلاً. این در واقع قلب تپنده مدیریت ایمنی توی یک سازمانه. کل فلسفه‌ش اینه که مقام صلاحیت دار یا همون competent authority میخواد قبل از اینکه هر تغییری بتونه روی ایمنی اثر بذاره ازش خبر داشته باشه و باهاش موافقت کنه. خب قبل از اینکه عمیق بشیم توی خود قانون، ما توی منابعی که داریم بجز خود قانون به کلماتی مثل AMC و GM هم میرسیم. میتونی سریع توضیح بدی اینا چی هستن برای کسی که شاید خیلی با این جزئیات آشنا نباشه؟ حتما. نکته خیلی خوبیه. ببین فرض کن 3 تا سطح داریم. اوکی. سطح اول خود قانونه. Regulation مثل همین 145.85. این چیزیه که باید انجام بشه. اجباریه. دقیقاً. سطح دوم میشه AMC یعنی Acceptable Means of Compliance. این یه روش پذیرفته شده برای اجرای اون قانونه. میتونی از همین روش استفاده کنی و مقام صلاحیت دار هم قبولش میکنه. آها، یعنی یه جورایی راه رو نشون داده. کاملاً. و سطح سوم هم GM یا Guidance Material هست. اینها دیگه مطالب راهنما، مثال و توضیحات بیشترن که به درک بهتر قانون و AMC کمک میکنن. پس شد قانون، روش اجرا و توضیحات تکمیلی. عالیه. این طبقه بندی خیلی کمک کرد. خب برگردیم سر موضوع اصلی. بند 145.8.85 میگه یه سری تغییرات مشخص هستن که حتما نیاز به تایید قبلی دارن. بله. به جای اینکه فقط لیستشون کنیم، بیا ببینیم منطق پشت این لیست چیه. یعنی مقام صلاحیت دار دقیقاً نگران چیه. این بهترین روش برای فهمیدنه. ببین، در واقع مقام صلاحیت دار میخواد روی 3 تا ستون اصلی هر سازمان نظارت داشته باشه. 3 ستون اصلی؟ آره. اول، توانایی‌ها و ظرفیت‌های سازمان. یعنی که چه کارهایی مجاز انجام بده. دوم، رهبری و مسئولیت پذیری. یعنی کی مسئول و پاسخگوه. و سوم، زیرساخت و پروسیجرها. یعنی کارها کجا و چطوری انجام میشن. چه جالب. پس تقریباً همه موارد این لیست توی یکی از این 3 دسته جا میگیرن. دقیقاً. خب پس با همین چارچوب بریم جلو. اولین مورد که به تغییر توی گواهینامه یا Terms of Approval اشاره میکنه کدوم دسته است؟ این صاف میخوره به ستون اول. توانایی‌های سازمان. توانایی‌ها. بله. Terms of Approval یعنی محدوده کاری شما. مثلا شما مجاز به تعمیر بوئینگ 737 هستید. حالا اگه شرکت شما یه قرارداد برای تعمیر ایرباس A32 هم بگیره، این یه تغییر خیلی بزرگه توی توانایی‌های شما. درسته. شما نمیتونید از فردا صبح کار روی ایرباس رو شروع کنید. باید درخواست بدید. مقام صلاحیت دار میاد بررسی میکنه که آیا شما ابزار، دانش فنی، پروسیجرها و پرسنل آموزش دیده لازم برای این کار جدید رو دارید یا نه. کاملا منطقیه. مورد بعدی در مورد تغییر افراد کلیدیه، مثل مدیر پاسخگو. این مشخصاً میره تو ستون دوم، یعنی رهبری. دقیقاً. Accountable Manager کسیه که تش مسئول همه چیزه، از جمله تامین مالی سازمان. و Nominated Persons هم بازوهای اجرایی اون توی بخشای کلیدی مثل تعمیر و نگهداری، کیفیت و ایمنی هستن. صلاحیت این افراد پس خیلی مهمه. خیلی. مقام صلاحیت دار باید مطمئن بشه فرد جدیدی که میاد دانش، سابقه و شخصیت لازم برای انجام درست مسئولیتش رو داره. برای همین حتی تغییر توی خطوط گزارشدهی بین این مدیرها و مدیر پاسخگو هم نیاز به تایید داره. چرا؟ تا استقلال بخش‌هایی مثل کیفیت و ایمنی همیشه حفظ بشه.
آها متوجهم. پس تا اینجا توانایی و رهبری رو داشتیم. 2 مورد بعدی چی؟ یکی در مورد پروسیجر تغییرات جزئی و اون یکی در مورد اضافه کردن مکانهای جدید. اینا به نظر میرسه مربوط به ستون سوم باشن، زیرساخت و پروسیجرها. کاملا درسته. اضافه کردن یه شعبه یا آشیانه جدید یه تغییر بزرگ توی زیرساخت شماست. مقام صلاحیت‌دار باید اون مکان جدید رو ببینه، بازرسی و تایید کنه. و اون مورد 4 که گفتی یکم گیج کننده است. آره، قانون میگه حتی پروسیجر مربوط به تغییراتی که نیاز به تایید قبلی ندارن هم خودش اولش نیاز به تایید قبلی داره. این یکم پارادوکسیکایی نیست؟ یعنی برای اینکه بتونی بدون اجازه تغییر ایجاد کنی اول باید اجازه بگیری؟ دقیقاً همینه. منطقش اینه که مقام صلاحیت دار به سازمان‌های بالغ و با عملکرد ایمنی بالا اعتماد میکنه. بهشون میگه من به شما اجازه میدم تغییرات جزئی و کم ریسک رو خودتون مدیریت کنید به شرطی که چی؟ به شرطی که اول به من نشون بدید یه پروسیجر قوی و مطمئن برای ارزیابی و کنترل این تغییرات دارید. پس شما اول اون پروسیجر رو برای تایید میفرستید و بعد از اون میتونی برای تغییرات کوچیک طبق همون پروسیجر عمل کنی و فقط بهشون اطلاع بدی. بسیار خوب. حالا که فهمیدیم چه تغییراتی نیاز به تایید دارن، فرایند درخواست چطوره؟ بند B میگه سازمان باید قبل از وقوع تغییر درخواست بده، ولی چقدر قبل؟ اینجا AMC به کمکمون میاد. بله، AMC به این فرایند یه زمانبندی مشخص میده. برای تغییرات بزرگ مثل تغییر توی گواهینامه، شما باید حداقل 30 روز کاری قبل از تاریخ مورد نظرتون درخواست رو بفرستید. 30 روز کاری؟ بله، این زمان به مقام صلاحیت دار فرصت کافی برای بررسی کامل مستندات و شاید حتی یه بازدید از شما رو میده. میتونم تصور کنم که بعضی مدیرا از این 30 روز شکایت داشته باشن، بگن کسب و کار رو کند میکنه. سوال خیلی خوبیه. ببین، این فقط برای بررسی مدارک نیست. مقام صلاحیت دار داره یه جورایی ارزیابی ریسک انجام میده. اونها میخوان ببینن آیا سازمان تمام جنبه‌های تغییر رو در نظر گرفته؟ مثلا همون مثال ایرباس. آره، برای همون اضافه کردن تایپ ایرباس. آیا کتابچه‌های راهنمای تعمیرات آپدیت شدن؟ انبار قطعات لازم رو داره؟ مهندسا دوره‌های لازم رو گذروندن؟ این 30 روز تضمین میکنه که تغییر با عجله و بدون فکر انجام نشه. و برای تغییر یه فرد نامزد شده چطور؟ برای اون این زمان 20 روز کاری هست. اینها برای تغییرات برنامه ریزی شده است. اما خب همیشه همه چیز طبق برنامه پیش نمیره. چی میشه اگه مثلا مدیر تعمیر و نگهداری شما یهو استعفا بده؟ نمیشه که 30 روز صبر کرد. دقیقاً. قانون این رو هم پیش بینی کرده. برای تغییرات پیش بینی نشده، شما باید at the earliest opportunity، یعنی در اولین فرصت ممکن، به مقام صلاحیت دار اطلاع بدید. هدف چیه؟ هدف اینه که اونها سریع وضعیت رو ارزیابی کنن و اینجا نقش قائم مقام یا دپیوتی که توی GM هم بهش اشاره شده خیلی مهم میشه. چطور؟ اگه شما از قبل یه قائم مقام واجد شرایط مشخص کرده باشی، اون میتونه موقتاً مسئولیت‌ها رو به عهده بگیره تا فرایند تایید فرد جدید طی بشه. اینجوری بیزنس کانتینویتی یا تداوم کسب و کار حفظ میشه. و یه لایه دیگه هم اینجا اضافه میشه. AMC2 این بحث رو مستقیم به سیستم مدیریت ایمنی یا SMS وصل میکنه و از ارزیابی ریسک حرف میزنه. بله، و این شاید مهمترین بخش مدرن این قانونه. این AMC میگه برای تمام تغییراتی که نیاز به تایید قبلی دارن، سازمان وظیفه داره یه ارزیابی ریسک انجام بده. یعنی چی دقیقاً؟ یعنی شما باید به طور سیستماتیک خطرات احتمالی ناشی از این تغییر رو شناسایی کنی، ارزیابیشون کنی و اقدامات کنترلی لازم رو براشون تعریف کنی. این ارزیابی ریسک باید مستند بشه و اگه خواستن بهشون ارائه بدی. این نشون میده مدیریت تغییر دیگه یه فرایند صرفاً اداری نیست، بلکه یه تمرین فعال ایمنیه. بیا چند تا مثال عملی‌تر از بخش GM ببینیم تا موضوع ملموس‌تر بشه. مثلا GM 145A85A1 در مورد یه تغییر به ظاهر خیلی ساده حرف میزنه. تغییر نام سازمان. چرا این باید اینقدر مهم باشه؟ شاید به نظر بیاد این فقط یه تغییر توی تابلوی شرکت باشه، اما از نظر قانونی خیلی مهمه.
گواهینامه شما تحت یه نام حقوقی مشخص صادر شده. درسته. وقتی نام تغییر میکنه اون گواهینامه دیگه معتبر نیست. تمام اسناد، فرما، تاییدیه هایی که از اون به بعد صادر میشن باید با نام جدید باشن. این موضوع به تریسبیلیتی یا قابلیت ردیابی و مسئولیت پذیری قانونی ربط داره. پس باید سریع درخواست گواهینامه جدید داد. فوراً باید برای صدور مجدد گواهینامه با نام جدید درخواست بدید. خیلی جالبه. حالا برگردیم به اون بحثی که گفتی بعضی تغییرات هستن که توی لیست اصلی بند A نیومدن ولی باز هم نیاز به تایید قبلی دارن. GM یه لیستی از این موارد رو مثال میزنه. این لیست توی GM1 145A 85B اومده و خیلی مهمه چون به سازمان‌ها یادآوری میکنه که همیشه باید کل مقررات پارت 145 رو در نظر بگیرن، نه فقط یه بند رو. مثلا چه مواردی؟ مثلا یکی از موارد تغییر توی ALT-MOOC یا Alternative Means of Compliance هست. یعنی شما یه روش جایگزین برای اجرای یه قانون پیشنهاد دادی و مقام صلاحیت دار قبول کرده. خب طبیعیه که هر تغییری توی این روش جایگزین هم باید دوباره تایید بشه. یه مورد دیگه که به نظرم خیلی کاربردی میاد، تغییر توی پروسیجر استفاده از ابزار آلات جایگزینه. بله، این توی بند 145.A.40 بهش اشاره شده. گاهی شما به ابزار دقیقی که توی کتابچه راهنمای تعمیرات گفته شده دسترسی نداری. پیش میاد. قانون اجازه میده تحت شرایطی از یه ابزار جایگزین استفاده کنی به شرطی که یه پروسیجر دقیق برای ارزیابی و تایید این ابزار جایگزین داشته باشی. هر تغییری توی این پروسیجر چون مستقیما با کیفیت کار فنی در ارتباطه نیاز به تایید قبلی داره. من یه داستان واقعی در این مورد شنیدم. یه شرکتی پروسیجر ابزار جایگزینش رو بدون تایید عوض کرده بود تا راحت‌تر از ابزارهای ارزونتر استفاده کنه. خب این دقیقاً یه تخلفه. آره، توی یه بازرسی این موضوع کشف شد و مشخص شد که یه سری تعمیرات حساس با ابزاری انجام شده که کالیبراسیون و دقت لازم رو نداشته. این یه مثال عالی از اینکه چرا این قوانین فقط کاغذبازی نیستن. دقیقاً همینه. یا یه مثال دیگه از اون لیست تغییر توی پروسیجرهای کنترل صلاحیت کارکنانه که توی 145.A.30E اومده. این پروسیجرها چی کار میکنن؟ اینها مشخص میکنن شما چطور ارزیابی میکنی که یه مهندس صلاحیت انجام یه کار داره یا نه. این پروسیجر ستون فقرات سیستم کیفیت شماست و هر تغییری توش میتونه تأثیر مستقیم روی ایمنی پروازها داشته باشه. بسیار خوب. بحث خیلی کاملی بود. اگه بخوایم 3 نکته کلیدی و کاربردی از تمام این قوانین و راهنماها برای مدیر کیفیت یا مدیر پاسخگو خلاصه کنیم چی میگی؟ به نظرم 3 فرمان اصلی برای مدیریت تغییر وجود داره. اول، چارچوب رو بشناسید. تفاوت بین تغییراتی که نیاز به تایید قبلی دارن و اونهایی که ندارن رو به وضوح درک کنید. همون 3 ستون میتونه کمک کنه. دقیقاً، توانایی، رهبری و زیرساخت. اگه در مورد یه تغییر شک دارید، همیشه بدترین حالت رو فرض کنید و با مقام صلاحیت دار مشورت کنید. یه تماس تلفنی ساده میتونه از یه عدم انطباق بزرگ در آینده جلوگیری کنه. فرمان دوم حتما مربوط به زمانبندیه. کاملاً، فرمان دوم. صبور باشید و از قبل برنامه‌ریزی کنید. به اون بازه‌های زمانی 30 و 20 روز کاری احترام بذارید. این زمانها برای محافظت از خود شما و کل سیستم طراحی شدن. مدیریت تغییر یه فرایند استراتژیکه، نه واکنش عجولانه. و فرمان سوم که به نظر من مهمترینش هم هست، اون ارتباط با ایمنیه. 100%. و فرمان سوم اینه: فراتر از کاغذ فکر کنید و ریسک ها رو مدیریت کنید. یادتون باشه مدیریت تغییر فقط گرفتن یه امضا نیست. این یه بخش حیاتی از سیستم مدیریت ایمنی یا SMS شماست. ارزیابی ریسک؟ برای هر تغییر مهمی ارزیابی ریسک رو با دقت انجام بدید. از خودتون بپرسید با این تغییر چه چیزی ممکنه به شکل بدی غافلگیرمون کنه؟ این سوال ساده اساس تفکر پیشگیرانه در ایمنیه. در قسمت بعد به 3 موضوع 145.A.90 Continued Validity, 145.A.95 Findings and Observations,
where 145.8.120 means of compliance میپردازیم. ما رو در شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان فینیکس وی اکادمی دنبال کنید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.